الان ویدیو داره رکورد میشه، حرفم نمیاد که چطور سلام کنم. سلام کردن خیلی سخته فاطمه. بریم بگو 1 2 3 حرکت. سلام. ای خیلی عدول. امروز خیلی 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 زیاد روز خاصیه، چون که الان بهتون میگم تولد خانمیه که اینجا نشسته. فاطمه بریم برای امروز چون خیلی روز خاصیه، این گل نباید اینجوری باشه، این گل باید بشکف. این چه پرنسسیه، به زیبایی شما باید بشه، باید بشکفه. ساعت 2:30 قراره چیز داشتیم، جایی که قراره بریم و الان 3:30 و ما تازه حرکت کردیم، یعنی 1 ساعت تأخیر، نه که 1 ساعت تأخیر اونجا برسی، یا 1 ساعت تأخیر تازه حرکت کردیم. زندگی چیز عجیبیه، گاهی شبیه دیر رسیدنه، وقتهایی که حس می‌کنی زمان از دست رفته و مقصد هنوز دوره، جوری که هرچی بری دیگه نمیتونی بهش برسی، هرچی تلاش کنی سر جای خودت هستی. درست لحظه‌ای که فکر می‌کنی همه چیزو از دست دادی، یه ترافیک بزرگ جلوتو میگیره و اونجاست که میبینی همه چیز علیه توه و تو هیچ راه گریزی نداری که همه افکار هرگز نرسیدن توی سرت نقش ببنده. اما تحت هر شرایطی ما میتونیم به مقصد برسیم، هر چقدر که دیر کنیم. اگه ادامه بدیم آخرش میفهمیم اون تأخیرها فقط بخشی از داستان زندگی ما بودن، بخشی که باعث بشن حتی اگه راه رو اشتباه بری قراره توی مسیر یه چیزای عجیب‌تر و جدیدتر ببینی، مثل پاتریک توی باب اسفنجی، و یا شاید یه چیزی که شبیه کودکیت و محل تولدته که یادت بیاره گذشته چقدر زیبا بوده چون تو ازش گذر کردی. اما مهمتر از اون، رسیدن به هدف همیشه ارزش هر لحظه رو داره. این اتاقا شده. خب چرا میگی؟ بعد ما قراره اینو بریم، هر کدومون توی زندان بریم، بعد همدیگه رو آزاد کنیم. خب و من فکر کنم زندانی که تو توشی، اونی که تو باید آزادش بکنی آزاد نمیشه تا آخر بازی. چرا من؟ چون نمیتونی آزادش کنی. چرا من؟ علی من اول نجات بدین رو دارم میگم، تو باید ما رو نجات بدی. من یه تاریک نمیتونم کسی نجات بدم. تاریک نیست، روشنه. نمیدونم. در کجا میدونی روشنه؟ نمیدونم. حالا به هر جهت ما قراره بریم این و قراره پیروزمندانه بعد از 1 ساعت بیایم بیرون. بریم. تموم شد. خب خیلی سخت بود ولی من اینجا شروع شد. باید پیدا میکردیم خودمون. حالا بعدا بهتون میگم چی شد ولی خیلی سخت بود، اصلا نتونستیم حلش بکنیم، یعنی هیچی. خیلی خوب حل کردی. چیزی حل کردم. اون عددا بود. خطا؟ پدرام گفت خطا رو تو گفتی. اگه خطا رو نمیگفتی من نمیتونستم حلش کنم. حتی شبای یلدا تا خنده رو لبات بیاد، شب برسه به یکی مرهم حقه میشه دوباره، از کی بهونه میگیری.
الان ما اومدیم خونه. من کادوها رو آماده نکردم چون امروز صبح یکیشون رو خریدم. بعد الان کادوشون بگیریم. بعد قراره بریم یه جای دیگه. اینو هنوز باز نکردم. بعدم بهتون میگم چی شد. خیلی سخت بود. چرا باید یه همچین چیز سختی رو بذارم به عنوان بازی؟ ولی خیلی باحال بود. یعنی همزمان که سخت بود باحال هم بود. الان من خیلی عجله دارم به خاطر اینکه بعد کادوهایی که اینجا هستن و اینجا هستن. فاطمه من از هر مغازه‌ای توی عمان برات یه چیزی گرفتم، ولی همه اینا رو که پیش هم بذاری یه معنای خیلی قشنگی میده. نکته قابل توجه میدونی چیه؟ اینه که من هنوز تصمیم نگرفتم که قراره چی بپوشم. خلاقیت این چی؟ یعنی من از این بندا دارم. خب کاری که میکنم این کادو رو مثل شیرینی پزی. آره چه باحال شد. من همیشه عادت دارم موقعی که آماده میشم میام تو راپله ها میشینم. نمیدونم واقعا این چه عادتیه. چرا باید بیام داخل راپله ها؟ خیلی سنگین شده. قرار کادو رو بهش بدم. خیلی ذوق دارم وقتی کادو رو بهش میدم، چون که برای همشون یه نوت نوشتم. بعد خیلی چیزای مختلفی هم و اصلا هم به هم دیگه ربطی ندارن، ولی یه جورایی برای همشون معنا درست کردم. اومدم. خب دیگه اومدم. این استراگانو یه غذایی سفارش دادم که خیلی باحاله. عکسشو ندیدم، نمیدونم چه جوریه، ولی فکر کنم خیلی باحال. علی فکر کنم غذاه که بیاد خب اینجوری بشی. چی؟ چه جوری؟ خودم نمیدونم اصلا چه جوریه، ولی نه زده تو فخار، یعنی داخل داخل سفالی یه چیز سفالی درستش کرده. ولی فکر کنم از ایناست که روش چیزی میذارن، خمیر میذارن. تو خمیره یعنی تو مونه اگه باشه خیلی خفن. فکر کنم شما چند نفرین اونجا؟ خب من اینو بذار، من بذاریم رو هم. این مال منه یا بذار دو تا رو. کی املت سفارش داد؟ راویولی مارشملو. ماشون خیلی گوشتم. جا بگی منم مگه اینا. وایس چی مدلیه؟ حالا که خیلی سنگینه داستان داره. نه باید بخونی هر کدومشون نوشته داره. اول از همه خاکشش نوشته درست شبه ولی درون این جعبه سفیده به پاکی قلب تو. نمیدونم چیه. نه بگو چیه. نوشته میدونی تولد تو برای من مهمتره، چون روزیه که ادبسیز زیباترین خواهر ایران باشه بزرگتر یا جای دیگه بزرگتر؟ خودی خواهر حلیمه، چون همیشه آرزو داشتم خواهر کوچیک داشته باشم. بگولی ترین خواهر. هیچی حالی فکر کن یه جا توی طبیعت یه سنگ من سنگ دارم که منتظر به خدا زنده کنم. بله نمی‌فهمم تو باید ببینی
که بگیم داره پایزا چه برو با کالا فیسبوک زندگی پر از مسیرهای پرپیچ و خم و گاهی ترافیک‌های طولانیه. ترافیک و ایستادن‌هایی که شاید سالها طول بکشه. مثل 13 سال انتظار من برای داشتن تو در کنارم. اما حضور تو اینجا مثل رسیدن به روشن‌ترین نقطه زندگیمه. تولد تو فقط یک روز معمولی توی تقویم نیست. برای من روزیه که من خواهردار شدم. امروز خوشحالی من بیشتر از جشن گرفتنی تولده. چون برای من بودن تو یعنی همه چیز. تولدت مبارک، خواهر عزیزتر از جانم. مرسی که ویدیومو نگاه کردید. لایک، سابسکرایب و زنگوله رو حتما بزنید. تا ویدیوی بعد، خداحافظ. فاطمه گفتش که این کیف علیه بازش کرد که مورد علاقه چرا باید این تو کیفت باشه؟ چون من با پنیر سس میخورم با همه چیز سس میخورم سس خیلی مثلا این چون این فیکشه اصلش به خوشمزگی فیکش خیلی خوشمزه واقعا